خب بچه‌ها در مرحله اول میخوام که خودتون رو معرفی کنید. سلام، ما قاسم هستم، 25 ساله از LDN. خیلی خوشحالم که اینجایم. LDN یعنی لندن؟ نه، لادن مشهد. سلام، مایم زری هستم، 20 از کالیفرنیا. لهجتان خیلی به کالیفرنیا الان نمیخوره، چوسی بود ولی حالا ابن در آقا ادامه میتونم. بله بفرمایید. خیلی هم ممنون. خب حالا ازتون میخوام که حرفه کاریتون رو بگین. حالا لیدیز فورس شما بگیم. من خود میکاپ کار میکاپ آرتیست هستم فوق حرفه‌ای. چیز میکاپ چشم اینا میکنن دیگه نه؟ نه بندازی. بندازی. خوب دیگه ننم پول نمیده میتونه بری جای شما. مو هم رنگ میکنی؟ نه فقط هنا میتونن بذارن؟ بله ما همه کاری از اون در میاد. نه خوشم یه کاریه باز در میکنم. با قاسم شما اگه محبت کنین حرفه کاریتون رو. مو خودم حقیقت چوسی نوشه شغل اصلیم تو کار گلابگیر و عرقیجات اورجینال. یعنی شما هر جا بری بهت سندش بهت میدن که میگن ما با گلابیجات و عرقیجات قاسم حرف نداره. ما جوری یعنی چیز کردم که هر کی به هر کی داده جونتو که شماره مرزش گرفتن و قاسم نابی هم خیلی اکثرا مور سیف کردن. لارین ها کشمش و اینا هم که دیگه در خدمتون. خب ازتون میخوام که